سلام دوستان، فرا هستم با آموزش های انرژی خوانی برای کسایی که دوست دارن فال قهوه رو یاد بگیرن. بریم برای شروع آموزش هامون. در ابتدا وقتی که ما قهوه رو درست میکنیم و توی فنجون ریختیم، اگر نیت برای خودمون باشه نلبک رو روی فنجون قرار میدیم و به سمت قلب خودمون برش میگردونیم. ولی اگر که نیت فال کس دیگه باشه، نلبک رو که میخوایم بذاریم سر فنجون سمت قلب و به سمت خارج برمیگردونیم، چون نیت فال ما کس دیگه ایه. موقعی که قهوه رو برگردوندیم، نلبکی رو به آرومی از روی اون میذاریم روی سینی و قهوه‌ای که داخل نلبکی است به این طریق خالی میکنیم و در آخر نلبکی رو طور میذاریم که نقش داخل فنجون و نلبکی کاملا شکل